خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده و علی آله و صحبه و سلم. اما بعد. با نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. هذا النور شفاء صدور. علامت‌های قیامت. از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که فرمود: با رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای زیارت حج رفته بودیم و حضرت بعد ادای مراسم حج فرمود: کی میخواد از علامت‌های قیامت بهرتان بگویم؟ سلمان فارس که از همه بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک بود گفت: بله، ما را خبر کن. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی از علامت‌های قیامت این ضایع کردن نماز است. یعنی نماز از بین می رود و مردم از قفای شهوت و هواهای نفسانی پیروی می کنند. مال مقامش بلند می شود و مردم آن را تعظیم می کنند. دین به دنیا فروخته می شود. شخصانی با ایمان گناه را می بینند آشکارا و اما نمی توانند پیش آن را بگیرند. حضرت فرمودند: ای سلمان، در نزدیکی قیامت پادشاهان ظالم رعیت خواهند کرد. آدمان خائن امانتدار می گردند و آدمان امانتدار خائن اعلان می گردند. دروغگو را راستگو میگویند و راستگو را به دروغ میبرورند. ای سلمان، در آن هنگام زنها به پست و مقام میرسند و کودکان بر فراز منبر میروند و دروغ گفتن یک نوع با عقل بودن تصور میگردد. فرزند به پدر و مادرش جفا میکند ولی به دوستش محبت میکند و ستاره دنباله‌دار طلوع میکند. بدون ای سلمان، در آن زمان زنها با شوهرش در تجارت شریک میگردند و باران در فصلش نباریده در فصل گرما میبارد و همه سخت خشمگین میگردند. کمبغل تحقیر میگردد و نه حرمت کلانسالان نماند و نه حرمت خردسالان. دهان همه پر از فحش و حقارت میگردد. بدون ای سلمان، در آن هنگام مردان به مردان کفایت میکنند و زنان به زنان کفایت میکنند. پدر به دخترش چشم علا میکند و بعضی‌ها به پسر خود. مردان به زنان مانند میگردند و زنها به مردان. و زنان همه مرکب سوار میگردند که از طرف امتی من لعنت خدا بر آنها بود. بدون ای سلمان، در آن هنگام مسجدها همه طیله‌کاری میشوند، آنچنان که کلیساها و معبدهای یهودی ها. قرآن ها فقط زیور آلات میگردند. صف نمازخوانها زیاد میگردد ولی دلها نسبت یکدیگر خشمگین. بدون ای سلمان، در آن هنگام مردان و پسران امتی من خود را به طلا آرایش میدهند و لباس خرید میپوشند و از پوست پلنگ مال خرید و فروش میگردد. بدون ای سلمان، در آن هنگام ریبا یعنی پروسنس همه جا را فرا میگیرد و یک عمل آشکار میگردد و معاملات به غیبت و رشوه انجام می شود و دین خور و دنیا مرتبهش بلند میگردد. بدون ای سلمان، در آن هنگام طلاق زیاد میگردد و آوازخوان و سرایندگان زیاد میگردند. بدون ای سلمان، در آن زمان یعنی نزدیکی قیامت بایهای امت من فقط برای استراحت و تماشا به حج می روند و طبقه میانه برای تجارت و کمبغلان برای خودنمایی به حج می روند. در آن هنگام زینازادگان خیلی زیاد می گردند و با قرآن آوازخوانی می کنند. بدون ای سلمان، مردم در آن روز آشکارا گناه می کنند و دروغ آشکارا به پرده می گردد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری پسندیده می حسابند. بدون ای سلمان، در آن زمان توانگر هیچ کمک به نادار نمی کند، مثل اینکه گدای در کوچه دو جمعه می ایستد و کسی به دست او چیزی نمی گذارد. و در آن روز مردم برای خانه های بلند آشیانه ساختن با همدیگر مسابقه می کنند. دوستان، این ویدیو را نشر کنید، شاید به سبب نشر شما در دل کسی تأثیر کند در ثواب شریک شوید. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید یک سخن خوب را به مردم رسانیدن صدقه جاریه است.